سیر یک ضد انگر طبیعی که میتونید برای پرندتون استفاده کنید. سیر را یه حبه، بیشترم نه، توی لیوان آب بندازید. بعد از 24 ساعت اون آب را بریزید تو آبخوری پرنده تا ازش استفاده کنه. سیر یا آنتیبیوتیک طبیعیه و میتونه باعث از بین بردن انگل‌های روده و انگل‌های خون پرنده بشه. امروزه متدهای جهانی پرورش دهنده رو تشویق میکنه به جای یادگیری داروها و درمان پرنده ها مواد ارگانیک و طبیعی دارای آنتیبیوتیک و ضد انگر را به خوبی بشناسه، برای مجموعش استفاده کنه و باعث ارتقا و سلامتی پرندش بشه. پیجم رو دنبال کن و کپشن هر پستی که میبینی رو بخون. پر از مطالب علمی، مقالات بروزه که تو دنیای پرورش پرنده های زینتی استفاده میشه. پیجم رو داشته باش.